با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی کانال من. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از آموزش هایی که براتون میذارم نهایت استفاده رو ببرید و بتونید درآمدزایی کنید. امروز با آموزش اتو زدن رافیا در خدمتتون هستم، چون سوال داشتید و خیلی میپرسیدید که آیا اتو رو باید بذاریم یا فاصله دار اینو بخار بزنیم. فقط امروز این پست رو براتون میذارم که ببینید اتو زدن رافیا به چه شکل هست. خب من اینجا یک کفی بیضی بافتم برای کیف. بهتونم گفتم که حتما در بافت کیف هر تیکه‌ای رو که آماده میکنید قبل از متصل کردن تیکه بعدی اون رو اتو بزنید، چون اینجوری تیکه تیکه که اتو میکنید بسیار کارتون تمیزتر در میاد. این کفی هنوز دیوارهاش بافته نشده، قبلش باید حتما اتو زده بشه. ببینید چون حالت جمع شده به خودش گرفته. برای این کار ما میایم پشت کار رو میاریم، همیشه کارا رو از پشت اتو میزنیم، این یادتون باشه. خب پشت کار رو به این صورت قرار میدیم و اتو بخار رو که حتما باید بخارش فعال باشه کاملا روی بافتتون قرار میدید. درجهش هم نگران نباشید، خیلی کم نباشه. به این صورت کاملا کار رو اتو میزنیم. حتما از بخور اتو هم استفاده کنید. به همراه بخار دستم میذارید که جاهایی که فکر میکنید هنوز صاف نیست با دستتون صاف میکنید. به این صورت ببینید کار به چه شکل در اومد. به این صورت کارها رو اتو میکنیم، خیلی راحت و طبیعی. هیچ اتفاقی هم برای نخ رافیا پیش نمیاد، یعنی به راحتی شما میتونید کار رو صاف کنید. به این صورت ببین چقدر کار فرق کرد و چقدر تمیزتر شد. خب دیگه شما به راحتی میتونید دیواره رو ادامه بدید و ببافید. پس در هر مرحله سعی کنید از پشت کار اتو بزنید. این هم آموزش امروز بود، یک آموزش کوتاه و مختصر و مفید. امیدوارم که از آموزش های من استفاده کافی رو ببرید. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره و زنگوله رو حتما فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های کانال ما رو میبینید. ممنون میشم اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید هم برام بنویسید. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.